تکنولوژی را در دست موسی علیه السلام به عنوان بند آبگردان نشان داده به جهان، ولی حیفش به ما مسلمان. همه چیزی داشتیم در اسلام، داریم در اسلام. امروز تکنولوژی هم از کافر، مجلس صلح افغانی هم پیش کافر، فرماندهش غرب است. غرب چی میگه؟ هر چی که میگه دیگه. چرا او هر چی میگه؟ که تو با پای خود در تیشه زدی، طیارت تو نداری، تکنولوژی را تو نمیدانی، تو از این دنیای حلال که الله برات داده همه امکانات، تو برات نان جور کردن نمیتانی. این ضعف ما و تو است که امروز همه موضوعات ما در دست بیدین و کافر است. یک کافری که به الله ایمان نداره از امکاناتی که الله پیدا کرده استفاده میکنه، ولی ما دست بالاشه میشینیم که دشمنا چی میگه، معاش ما را که میته، اردو را که معاش میته، پلیس را که معاش میته، برای ما چی میشه؟ سیخ گل مسجد از کجا کنیم؟ لاسپیکر از کجا جور کنیم؟ بین مسلمان عزیز، جوان عزیز، جوان عزیز، تو نقطه محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستین. به این جوانا بگذارین از این کوچه گردی ها. این جوانی تانه در تکنولوژی مصرف کنین، به این جور کنین زندگی به دنیا. شما زندگی را خراب میکنین، زندگی را در میدین با چرس، زندگی را دیروین در میدین. نکنین از این کارا، بگذارین جوانا. چشم امید اسلام، چشم امید ملت ها شما جوانا هستین. به این دست موی سفید بگیرین، به جایی که در مسیر راه سنگریزه بزنین موی سفیده، به این دست موی سفیده بگیرین. تکنولوژی جوانی تان درست مصرف کنین. به این امت را از این وضعیت بکشیم، به این اختلافات را اوسو کنیم. ما را والله همین مسلمانی است، در صف نماز با هم برابر نیستیم. میکشیم یکی دیگر خود را، بد میبینیم یکی دیگر خود را. چه وقت به خود خواهد آمد؟ چه وقت خود جور خواهد کرد؟ جوانای عزیز، شما بازی ما هستید، شما نور دیده ما هستید. همه ملت متوجه شما است. کوشش کنین غیر جز خیرتان از ضرر رساندن دست بکشین. شما چشم امید هستین و اسلام سر شما می نازه. الله متعال یکی از کسایی که آخرت در سایه رحمت خود میگذارش جوانی است که نشه فی عبادت الله، کلام شده میره، به اسلام خدمت کرده میره. باور کنین حال در راه که میگردیم آدم خجالت میکشه، راستی سلام میتیم، سلام علیک گرفتن.